نگفتم براش از یه بنده رو نه میرم برا آره تو نمیری به متخصم یه روز پکر دمق کرکره رو کشیدم پایین در مغازه رو بستم رفتم عرف فروشی سر کوچه نشستم گفتم مغاز بیاد برای دستم تو نمیری به متخصم مغاز اومد نشست برای دستم یک دفعه نفهمیدم شویگر سر کلی میدونی اومد از پشت از شکودات رو شونه عقدست ما رو میگه 1 2 3 4 5 زامدار اومد تو دستم زدم سر صورت یارو رو خطی کردم و نشستم حالا عقدست برای دستم بسکان اول رفتیم بالا گفتن سر کوچه دعواست گفتم هستم رفتیم سر کوچه دعوا شد زدن شیشه ها رو شکستم آجونا ریختن در کافر بستن ما رو میگی پکر دمق رفتم خونه عقدست نشستم حالا عقدست برای دستم سیگاری اول بارزد تو هستی گفتم هستم دومی رو بارزد تو هستی گفتم هستم کشیدم من شدم رفتم بالا بغل قفس کفترها نشستم یک دفعه دیدم یک توقه این هوا قریب باخ کرده اون باید نشست برای دستم شیرجه زدم توقه رو بگیرم افتادم تو حیات خلوت شیشه و لوستر رو همه رو شکستم یه دفعه از خواب جستم پام خورد به کتری آب جوش ریخت رو پام سوخت حالا پامو بستم حالا عقدست نیت برای دستم حالا تو بگو من علی نرفا هستم مستم اومدم اینجا نشستم عقدستم نیست برای دستم